دیگه چی دوست داری غیر از کارتون؟ سینما. میری سینما؟ چه فیلمی رفتی آخر؟ یه فیلمی رفتم ولی خیلی قشنگ. من همیشه گفتم هر کسی جای من بود سن بازنشستگیش بود. 60 سالمه دیگه، حقمه بازنشسته شدم. ولی چطور گرفتن؟ نگرفتن، خودمون اومدیم. مادرم اومدیم، خودمون معرفی کردیم به همون. سومین جشنواره تلویزیونی مستند. معضل مهاجرینی که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در واقع به کشور ژاپن برای کار رفتن، توی ذهن من بود وقتی که سفر داشتم برای یک مستند دیگری به ژاپن. بعد دوست خوبم آقای باشتی که ایده این کار رو آوردن، با هم دیگه صحبت کردیم و قرار شد که من به عنوان تهیه کننده و ایشون به عنوان کارگردان سراغ این سوژه بریم و این فیلم رو بسازیم. پژوهش مستند به نظر من 2 لایه متفاوت داره. یکی در مورد موضوع و یکی در مورد سوژه. ما معمولا سعی میکنیم که قبل از اینکه با خود سوژه وارد بشیم، وارد فضای اون موضوع و اون سوژه بشیم، وارد فضایی بشیم که اون اتفاق یا اون انسان داره درش زندگی میکنه. بنابراین اول یه پژوهش ابتدایی صورت گرفت، آمار و در واقع ارقامی در اومد از تعداد مهاجرین، اینکه از کدام شهرها بیشتر رفتن، اینکه برای چه کارهایی بیشتر رفتن، چه تعدادی رفتن، چه تعدادی برگشتن. خب وقتی شما اینا رو بدونید یه مقداری فضای اون آدم‌ها و حس و حالشون بهتر درک میکنید. مواجه شدیم با در واقع یک لیستی از ایرانیایی که اونجا معروف بودن و ارتباط داشتن با ایرانیای دیگه. حالا یک نفری یه مغازه‌ای داشت که اجناس خوراکی که از ایران می آورد و حالا برای ایرانی‌ها حس نوستالژیک داشت، بگیرید تا کسی که موفق شده بود یه شرکتی تأسیس بکنه و کارمندای ژاپنی داشته باشه. وارد زندگی این آدم‌ها شدن، جلب اعتمادشون کردن و به فضای شخصیشون نزدیک شدن، خب زمان می‌برد و همینطور در مواردی با شکست مواجه می‌شد و در مواردی هم خوب پیش می‌رفت که اون مواردی که خوب پیش رفت رو شما در فیلم می‌بینید. به نظرم اصلا کار درستی نیست قضاوت کردن آدم‌ها بدون دونستن شرایطشون و قضاوت کردن ماجراها. در مورد مهاجرت هم اصولاً نگاهمون نگاه سیاه و سفید نیست. یعنی مهاجرت میتونه خوب باشه، توصیه شده در از گذشته تا به حال در اساطیرمون، در مذهبمون، در دینمون، که اگر شرایط زندگی، شرایط که برای اون چیزی که ارزشه واسه خود شما یا برای آینده‌تون مهاجرت بکنید به جایی که میتونید اون امکانات رو بهتر فراهم بکنید. منتها بعضی وقتشو من چند سالی که دارم تو حوزه مهاجرت فیلم میسازم و الانم هنوز مشغولش هستم، بعضی وقتا هستش که اون کسی که تصمیم مهاجرت میگیره در واقع نمیدونه که چه چیزی پیش روشه. من سعی کردم توی مستندها در واقع اون دنیا رو نمایش بدم که بدون با چی قرار طرف بشه. انسان‌ها و سوژه‌هایی هم که داخل مستنده هستن، مستندها هم در واقع همینطور هستن. آقای باشتی هم که در واقع توی این کار زحمت کارگردانی کار رو کشیدن و با هم دیگه در پیش تولید و در پس از تولید هم فکری می‌کردیم، ایدهشون همین بود.
شما وارد یک کشوری میشی کسی رو نداری، نه زبان میدونی، نه جایی رو میشناسی، نه اجازه کار قانونی داری. ایرانی‌های توی ژاپن برای خودشون صدمه کشیدن، سختی کشیدن. من کاری به اونا ندارم که الان تو رفاه هستن. ژاپن یک کشور خاصیه برای خودش. دنیا شما تو هیچ کدومی تو هیچ کشور دنیا نمیتونی کشوری پیدا بکنی که 25 سال اون واسه اونجا زندگی بکنی. اصلا نمیتونی پیدا بکنی. نیست یه همچین کشور. اصلا اومدم توریستی اومدیم بگردیم. ما سعی میکنیم که بریم جاهای دیدنی و زیبای توکیو رو و ژاپن رو از نزدیک مشاهده کنیم. اینا خودشون میدونن که ما برای چی داره میان. یعنی دولت ژاپن اطلاع نداره ایران که انجام میاد برای چی دارن میان. ویزای کار به ایرانی‌ها کار بده سنگینه کار سنگین باشه ایرادی نداره کار بده. されることになりました。日本とイランの間では1974年以来相互にビザを免除する措置を取ってきましたが、ここ 2,3 年日本に働きاومد داره عکس ما رو میگیره داره میاد. لاله و گل دور اشرت از سر من قاطر شدم اینقدر بارومه. اولین جایی که ایرانی اومدن ما اومدیم. آره دیگه، ولی اول نیپوری بود بعد اومدن اینجا. نیپوری یادت خود استیشن میخوابیدن. بله یادم. یا اونجا رد میشدم نون لواش و کنسرو و اینا واو کردن. تو هاراجوکو من یادمه که سرمونی سر رو نیمکت چه سر می‌زدن. آره. چلو کباب. پسر رضا رشید سر می‌زد 500 ین. من سر دادم 1000 ین. خیلی خطری بود. اینجا هم همینطوری روی پله. آره. الان فارسی نوشته. من پارسال دیدم. الان از این مورد باشه نه. هنوز فارسی نوشته از این پلا وارد نشوید. تو فارسی ها؟ من پلا اینجا. دیگه همه جا هم نه با دستخط نوشته بودن. حالا بعدن که دیگه داستان پنیر و اینا که دیگه من تلویزیون ژاپن گوش می‌کردم. منم ژاپنی خوب نبود. اون یاران که نشسته بود میگفتش که برام میفهمیدم که داره میگه که اینا چی پنیر میفروشه برای نرس برای من میگم چیزو میگم تو پای چیز میفروشه. تلفنی ما بیشتر از اون ملاقاتی که بخوایم حضوری داشته باشیم ما تلفنی رو بیشتر میتونیم صحبت بکنیم. الو سلام علیکم. مزاحمت شما. یه شماره بهت میدم اینو باید مستقیم تماس بگیری و شماره موبایل تو به اون من معرفی میکنم اون شخص قبول کنه شما بری این برداری بکنی ازش مصاحبه بگیری و من مطمئنم بچه ها قبول میکنن. پیداش کنی اگر ایمان نداشت تلفن مستقیم کارتی یه دونه تماس بگیر دیگه با این شماره من این شماره شما رو عنوان موبایلش نگار باید سرد بکنه دنباله دیگه آقا من فنگی رفتم فنگی ببرش هم یه خود کمک میکنم چشم اگر بتونم کمکت میکنم. یه دفعه 850 گرم طلا 24 پیدا کرد. 850 گرم 3 نفر بودیم. حسین آقا بود، احمد آقا بود. یه 200 گرمی به حسین آقا، یه 200 گرمی به احمد آقا. بعد بقیه‌اش هم گوشتیم تو. آره آقا بیا بالاخره یه ینی پیدا کرد. خدا بده یه دونه یه ینی.
به قول ژاپنی‌ها میگن تا یه ینی نباشه که 10,000 ینی درست نمیشه. دست اول بعضی موقع پول رو زیر سقف و اینا قایم میکنن. آره بچه‌ها پول زیاد پیدا کردن، 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون 20 میلیون. بعد خب همیشه هم در نمیاد، ولی خب بچه‌ها زحمت زیاد کشیدن. آقا الان شما نگاه نکن، ما اینجا واسه خودمون کار میکنیم، کسی برای زمان و چگونه کار کردن و اینا چیزی نمیگه، ولی یه لحظه نمیتونستی وایسی تا ساعت 6 7 8 نگه میداشتن، یه دونه یه ینی هم پول اضافه کار نمیدادن. بله میخوان بفهمن قیمتی یا نه، این کاغذایی که تا برسه به نقاشی چند تا باشه. این الان مثلا 1 2 3 این بغلش یکی. اونایی که خیلی خوبه اینجاها معمولا پارچه‌های خیلی خوب استفاده میشه، بعد اینجا کاغذ خیلی خوب است. این به درد بخوره آقا دیگه. نه منظورم که پول میشه نمیشه. آره امکان نداره. آقا محمد همه برای پول اومدیم، همه برای پول اومدیم. پیشنهاد زیاد میومد واسه کار خلاف و اینا، باید همه خودتو میذاشتی توی کفه ترازو، بعد اون طرف هم یعنی اون کفه ترازو هم بعد پولو میذاشتی، این طرف همه خودتو که میگم یعنی خانواده ایرانو. توی یه معامله مثلا چند 10,000 یا چند 100,000 ین گیر آدم میومد. واقعا اون جنگ که حالا 8 سال طول کشید، ما هم چند وقتی بودیم توش، نه من اکثر ایرانیایی که تو ژاپن بودن یه جورایی راحت تر بود. باور کنید اون اوایلی که اومدیم ژاپن از جنگ سخت‌تر بود. این فیلم‌های آنچنانی می‌ساخته. حالا البته ما یه کامیون کلا دیویدی دادیم بیرون، ولی الان اونجا ویدیو هم هستش. اینم که می‌بینی همش دیویدیه. فکر کنم چند هزار تا بشه. اونجا هم تمام پره، اینجا هم همینجور. واو. حالا بوی پول از کجا میاد؟ دنبال پول میگرد. اتاقم که پره. واو. عجب آدم بیادبیه. اوه 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 اوه. قدیمی هست دیگه البته اینا. 110 120 130 140 150 تا فقط این رجه. واو سگوی سگوی. سال چه سالی؟ تاریخ نداره. آقا به من یه برداریم باز میشه. اوکی بذار این آره اینم برداریم خیلی باز میشه. یا ولش اوکی. من 2 نفر این رو میگم، شما هم 2 نفر رو. تقریبا هممونم از یه قشر اومدیم، قشری که جنگ رفته برگشته اومده، سرمایه‌ای برای کار کردن نداره و وقتی ورود کردیم تازه اول راه بود. یعنی اون لحظه‌ای که من می‌خواستم امه رو رد کنم، نه من همه بچه‌ها همه زانوهامون میلرزید، من که باور کن دستم هم داشت میلرزید. همش من خدایا ما رد شیم بریم تو. اومدیم تو گفتیم خب دیگه تموم شد دیگه اول راه، خانه اول رو رد کردیم. یه ویزای 15 روزه به ما دادن و اومدیم بیرون فرودگاه ساکو برداشتیم، ولی خب نمیدونیم کجا باید بریم، کیو ببینیم، اطلاعی از جایی نداریم. گفتن که برید مرکز شهر. حالا مرکز شهر کجاست؟ گفتن یه جا هست، یه پارک خیلی بزرگه، ایرانی ها اونجا هستن و برید اونجا. اشتباه نکنم نزدیکای عصر بود.
منم از خودم داشتم میچرخیدم انگار که توی میدون راهن ایرانی دیگه. خیلی هر جا نگاه میکردی ایرانی بود، خارجی نمیدیدی که. بعد به کسی هم نمیتونستی اعتماد کنی چون انقدر شرایط بد بود که میگفتن مواظب باش جیبتو نزنن، نبرنت، یه موقع پولتو نگیرن. بالاخره همه نوع افراد بودن. اونایی که خارج تو اروپا و تو آمریکا هستن، اونا با خواسته، اونا با یه برنامه ریزی تدارک مهاجرت رو میکنن. ولی بچه های ژاپن من فکر میکنم ناخواسته بودن. بچه هایی که توی ژاپن هستن دیگه پایین شهر هم، بالا شهر ما نداریم. بچه بالا شهر شدن از صدقه سر ژاپن بالا شهر شدن. ولی همه بچه های جنوب شهر هم، جوادیه و طلا و شهباز و حالا رفتن تو ستارخان زعفرونیه توی بالای شهر نشستن. انداز دیگه. اون پایین کارت تلفن میفروختن. بعد بچه می طبقه بندی بود، بچه جوادی، بچه نازی‌آباد، بچه امیریه، بچه موزه حسن، بچه فلا، طبقه بود دیگه. با مازرین چیزی که من یادم میاد گفتم بهت که اون دفعه یه ژاپنی من میگفتش که جوادی چی با ایرانی فرق میکنه. گفتم نه یکیه. یارو ای والله گفتم یکیه. جوادی کو جوادی چیزی فرق میکنه، جوادی همون ایرانیه. بیمار سر اندر گریبون، شبیه بید مجنون آفریدن. این فرق انسان با حیوان چیه؟ بعضی میگن عقله که حیوان عقل انسان نداره، ولی به نظر حافظ و منم اعتقاد دارم شخصا، حالا من که کسی نیستم ولی منم اعتقاد دارم عشق بله. اون عشقه که انسان از حیوان جدا میکنه. البته این خطایی رو که اینا گذاشتن حالا دید منه، من هیچ خطی نه، من میگم تمام عالم عاشقن. دید من عاشق این بینایی عاشقه همه. اصلا تو اون شعری هم که خود من گفتم اینو تصریح میکنن. جمله ذرات اندر عشق یکدیگر شدند، از وفای روز با شب بامداد آمد پدید. آره. اما من 4 سال دارم رو شما کار میکنم، یعنی 20 سال خدمت شما هستم رفیقم. خواهشمندم. ولی 4 سال که دارم رو شما فیلم میگیرم، عکس میگیرم، ثبت میکنم، هنوز حرفای تازه داری، هنوز نه بابا اصلا ما کی هستیم آقا؟ من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر که به عقل و خردم رأی کنی، هر دو را رقص کنان پیش هوای تو کشم. ما اینجوری، یعنی عاشق باید همه رو بده، عقل و خردش که چیزی نیست. ما جان خیش در رأی جانان نهاده ایم، ما را جز این نبود که انسان نهاده ایم. پیمان که بسته ایم ز اول به جهد و مهر، هستی خیش بر سر پیمان نهاده ایم. در راه مهر یار چه شاید گرو نهاد، ما قلب خیش را به گروگان نهاده ایم. عزم آن دارم که امشب نیم مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برزنم، پس به 1 ساعت ببازم هرچه هست. باید ببازی بره. در مورد شما بازنده ها برندن. در مورد شما خیلی نوشتم، باشه. ولی یه جمله رو من همیشه تکرار میکنم که اما اصلا ترجمه این بیت حافظه. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعم گردان به درویشی و خرسندی. ای والله. انصافا شما درویش خرسندی و درویشی پیشت نیست، مسلکته. از آن روزی که خود را میشناسم، به فردوسی بود هوش و حواسم. سنایی را به خوبی میشناسم، هم از عطار باشد اقتباسم. به راه مولوی ره می سپارم،
ز انصاری رسیده اعتبارم، حریف باده گلفام باشم، در این ره پیرو خیام باشم. یکی در باطن و در ظاهرم من، مرید محض بابا طاهرم من. و حافظ همدم و همراز باشم، غلام سعدی شیراز باشم. ولی من به عالم جز ولی نیست، امیر من به جز مولا علی نیست. ز دولت خان مرا نام و نشان است، که او جد همه آقاسیان است. 10 سال من بی ویزا بودم اینجا، خیلی برگشتم، ولی یه عده مثل ما موندیم که موندیم دیگه. بله، حالا اون اولی که اومده بودیم گاهن خب دلتنگی هم هممون برای بچه ها همه دلتنگی میکردن اینجا، ولی دیگه به قول یه عده میگه غربت دل رو سیاه میکنه. ولی من چند سال احساس غربت اصلا نمیکنم، یعنی اینجا وطنمه. گل سرخ و سفید و لاجوردم، به هجرونت اسیر رنج و دردم. اگر میخوام که برگردم به تهرون، فقط میخوام بیام دورت بگردم. همون خوشت میده چه برم اش میکنی؟ قرار نامزد برم یا نه واسه بر میکنم. بیمار عشقمو نکند شارم طبیب، من عاشقم گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. برم برای ایران، برای ایران تنگ شده. برای ایران من میخونم، من ساختم، الان شروع میکنم. این دنیا فرد و عوض میشه، عشقی که منو عوض نمیشه. به هتل آینده شما رو ببینم، این فاصله رو زنده میمونم. بیده مجنون ساسا سرد اینجا. آره چیز خیلی سرده. من چند ماه اینجا زندگی کردم. یه عکس یادش بخیر الان از این بچه ها 3 نفر ژاپنی، بقیه هم نفر. نه 4 نفر. 1 2 3 4 5 نفر. 5 نفر. آسوکا. اون یکی که زندانه. با دمه خدا بیامرزش. این امین بود. امین خدا بیامرزش. آره خدا بیامرزه. تو رودخونه غرق شده مرد. این بنده خود تو رودخونه غرق. کره میته؟ خدا رحمت. امین سان. آره این به یاد امین. من یه دفعه با دوستم اومدم اینجا. بعد اومدم بالا دیدم اینجوری میلرزه. کی؟ امین سان؟ دوست من. دوست شما؟ آره. دوست من. دوست شما. بعد گفتم چیه؟ گفتش که اینجا روح هست. آره. جدی دارم میگم. بعد من فهمیدم زود چیزه. این روحه؟ بعد گفت اینقدر نور اومد از اینجا رد شد رفت. شما دیدی؟
من ندیدم. اون دوست ژاپنی اومده بود اینجا اینجوری داشت میلرزید. من اومدم بالا گفتم چیه؟ گفت از اینجا نور رد شد. آره اینجا یه چیزی هست. این چیه؟ چی نوشته؟ تکلیفم باید معلوم شود انشالله. تکلیف آدم این معلوم بشه که خیلی خوبه. موضوع هم سر تکلیف کوردان کایتون موزن دن سوکا آرزو نوشته؟ ممکنه نکه که نایده کایتون تا بون کنو هیزوکده که ما دارم شیگاتسونو سنجوشی نیشون باری کلا ایماこれ3月だから5日上の部シャベ座ってんのどなファリーラにبا دانشجو سوال میکنن من خیلی چیز به هتل گاتوری براتم اینجوری گوش کردم گفتش که من شینکانسن بریت شینکانسن دارم من برم نیگاتا. من گفتم شما الان نمیتونی، الان دیر وقت است، شما باید فردا برو. ولی ایرانی گفت امشب جو ندارم. من 2 نفر آوردم خونه دیگه صبح خدافظ کردم، شماره تلفن نوشتم دادم. از این شروع شد. از اونجا شروع شد. آره ایرانی میاد آقا سلام کار من معرفی کن. چش کار من معرفی کن. کیا بودن سلام؟ من میشناختمشون. نه اولین نفر محمد ندفی بود، دیگه شرف جعفری بود. آره این 2 نفری بود. با پرویز چجوری؟ پرویز سوم است. سومین نفر پرویز بود. آره سومی. 4مین نفر من بودم. چون من با پرویز اومدم اینجا. آره محمود لطفی. که این تو. آره بعد از اون دیگه شد 4000 نفر دیگه. اینجوری جد نیست. عصار خونده شعرشو. دستها را در زمستانهای سرد ها کنید ای کودکان دورگرد. آره والا. آره بگو. خب شور مخلوط 4 تا، خیار شور هم 2 تا دیگه. چند تا؟ همین کافیه. به امید خدا قربون قدر. یا علی مدد، خدا نگهداره. یا علی. یا علی آقا تو ایران منتظر اینایی؟ نه اینا آخه اینا رو چیزا بردن با دست مخلصم، اینا رو با این مسافرا میارن. خودمون نداشتن. چی شده؟ دوست دارم ماچت کنم ولی نه چی شده؟ آنفولانزا گرفتم. آنفولانزا؟ من خودم واکسنم بیا ببینم بابا. یه معبد سمت کیوتو مال 1000 سال پیشه، همش هم از چوبه. خدا شاده از این بوهای بزرگ انداختن، بیل مکانیکه بزرگ. بله من خراب نمیشد. باور کن فکر نمیکنم زلزله 9 همونو 10 تا همونو کاری نمیکرد. آقا امروز شب 1 شنبه است. شب جمعه ژاپنیاست. ما هم خیرات اموات شب 1 شنبه همیشه درست میکنیم. اما اصلا دمش کردیم مکان رو به اصطلاح چیسته همیشه هست. نه همیشه هست. خدا اکی آره والا آره برای خیال شد من پیشنهادها و انتقادات خیلی عالیه. خدایی خیلی خوشم این کاره رو این خانم درست کرده آورده که همه بخورن. آخر اموات خانم ژاپنی هم صلوات دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه چیزی تو همین مایا خورده هم که داری باید خلاصه چی دیگه این توشی خوندم هست اگه بخوری راستش وضعیت اون شکلی پر درآمدی نداشتیم. کار میکردیم. شما هر کاری بگی ما کردیم. سوپر تاکسی بودم چند وقت. یه مدتی سر سرچشمه بودیم ما. یه مغازه آشی بود ما شل قلمکار بود. یه مدتی چلو کبابی کار میکردیم. بالاخره میدیدیم هرچی ما کار میکنیم هیچ چیز دستمون نه. باور بفرمایید من نتونستم یه خونه اجاره کنم. اینی که دیگه بلند شدیم و گفتیم بریم دیگه. با قرض و من همش پول بلیط هم نداشتم.何ちゃん03点こういうありがとうありがとうございますどうもどうも今ね4階ルーニーギャラリーで、イタリア人のバルバラさんっていう人の作品展やってるの。
今日あれですか、4人の方が。もう来てます。4人来た。どことどこから来てる？福島と茨城と、あとは福島、茨城、あと東京。東京、はい、2人？あ、そうなんだ。あとさ、名前を教えてもらって、新人たちの名前を教えてもらって。あ、そっちなのね。あそこにいるのね。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいいるね。いっぱいいるね。お疲れ様です。いいね、賑やかで。いや、泣けばいい？はい。どうすんの？中入っちゃっていいの？あ、そういうことね。はい、どうぞ中に入ってください。東北外語観光専門学校から参りました福島玲奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。東京医薬専門学校という学校で化粧品を作る方の勉強をしてました森美春と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あとですね、多分うちのスタッフでも今日初めてこの話を聞くことは多いだと思うんだけど、誰でも最初から何でもできることではないの。私自分で初めて日本に来た時がですね、ちょうど今からですね、約26年か7年かあまり覚えてないんだけど、そのぐらい経ちます。で、初めて日本に着いた時が友達もいない、同級生もいない、言葉も通じない、どこで何をすればもわからないし、どこに行けばもわからないし、何すればも本当全くわからないので、ただ日本語で私いつも山崎さんから教えてもらってるんだけど、なせばなるっていう言葉を教えてもらったの。で、今日私ここで皆さんと力を合わせて本当にハッピーで楽しく仕事できるような感じにはなってるんですけど、私初めて日本に大学が終わって入ってきたところでね、スコップを持たされて、もう穴掘りから始まってるんだからな。当時のその日から今日ある。やっぱり人間が絶対目標を持って頑張れば何かできるっていうことなので、当時は泣いた。えらい大変なことだった。で、私はね、別に土木のために日本に来てるわけじゃない。でも当時はその仕事しかなかった。あと日付は別としてね、そのためにはもう本当人生をですね、悔いないように頑張ってもらいたいと思ってます。よろしくお願いいたします。以上です。シンガポールに会社出して、あと韓国で合弁会社っていうか、いやいや、そんだけ海外出たらそうなっちゃいますよね。そうだから今ね、本当に1週間ぐらいかな、スキーにいたとしても、前スキー、そうそう1週間ぐらい日本に戻ってきていたりとかって言うんだけどね、まあたまにね、本当にそれもないっていうか、でも感謝だよ、みんなやってくれるから嬉しいよ。さすが日本人だよな。日本人がいいよね、本当に。感謝するよ、マジに。いや、ならですよね。いや、本当にそう。何これ？これがビフォーで、1ヶ月頑張ってアフターここまで本当綺麗になったから。汚いやつ綺麗になったね。そうなの、見て。本人聞いたら失礼だよ。これが本当に1ヶ月でここまで綺麗になって。マジ？本当このなんていうんですかね、シワもないのよ、もう。ほら。はい。Aduh, salam moda. چطوری moda? خوب. Yaxşısan moda, keyfin yaxşıdır. Vücudun selametdir. Xo'p.
Ağa da yaxşıdır da, amma hərdən görsən xanım ağadan da yaxşıdır. Deyirəm də, baba canı bu yaxşıdır. Mən də elə etfan deyəm, xanım yaxşıdır. Odan deyirəm. Eyvallah. Yaxşı dostlar, yürüsən başıvam. Elə sən canınla. Daha neyindisən? Daha sənin canlıva dua edirəm. Sabah gəlirəm uşaqların yanına, xoşallıq inşallah gəlin bir uşaqları görüm nəyin nəçidir. Uşaqları da tətilata gətirəcəm. Bax, pul sənin öz pulundur, dedim hamısı. Vəzi bilirsən, uşaq ürəyində udu var. Göt apay bazaya dedim aman deyib, nə mənə söylsənə. Çəş. Madə, mən Kanadada nəcür bazar tapacağım? Onlara da gəht yaxına mən görüm. Kimi? Uşaqları? Bu qızları var. Hansı qızlar? Qız kimdir? Uşaqlar deyirsən? Çəş. Uşaqları da gətirirəm gözlər üstə. İndi sənin yanındakılar deyəm. Mənim qızım bir dənədir ki, o da Kanadadadır. Gəlirəm sabah görəm biləsən. Hansı qız? Məmnun, mersi. Mersi madə, təşəkkür. Sağ ola. Açxam, öz pullarındır, mən vəsiliyəm. Sağ olasın. Dua elə bizi. شخصی که یه کاری داره و الان برای خودش کار تو اون کار اوستاکار شده، بله سختی های کارش هم کشیده، یه سریا جونشون هم گذاشتن، یه سریا نقص عضو هم شدن. ایرانی هم که داخل ژاپن بودن، خب یه سریایشون دستگیر شدن، به ایران فرستاده شدن. اداره مهاجرت ساعت 5 و 6 صبح می اومد خونه ایرانیایی که 5-6 نفر با هم زندگی میکردن، 3-4 نفر با هم زندگی میکردن، به اون خونه ها خیلی هجوم آورد، همه رو دستگیر کرد به عنوان اوباسه غیر قانونی. از تقریبا 1 سال بعدش همینجوری تعداد ایرانی ها هر سال کمتر میشد. ایرانی ها هم که الان من میشناسم باشون رابطه دارم، همشون ازدواج کردن. از طریق ازدواج با ژاپنی شما میتونید روابط بگیرید که به شما اجازه موندن در داخل ژاپن بدن، ویزا بدن.じゃあこれ一回戻しますからほどですからちょっとすいません大丈夫重いから僕やりますあ大丈夫ですよあ重い大丈夫ですそうそうでもこれも洗えば可愛いと思うはいبچه‌ها من دیدید ماست زدن میخوان فامیلاشون تو ایران نبینن که به قول معروف کارگریم چون همه گفتیم مهندسیم به قول فیلم قیصر به همه گفتیم زدیم شما بگید زدن خوبیت نداره آره
یه جوری آدم باید بره خونه، در خونه رو که میزنی همه احساس خوبی بهشون دست بده. مثلا 2 تا پسرها هنوزم من میرم خونه احساس میکنم که خوشحالن من میرم خونه. غیر ممکنه باشون شوخی نکنم، چیز نمیکنم، جو خونه رو اصلا خراب نمیکنم. یکی از دلایلی که همیشه مثلا چی میگن الحمدلله جو خونه خوبه اینه که من هر چی جلو بچه‌ها میگه هیچی نمیگم، بلکه بچه‌ها میرن میگم حالا چیه بیا جلو. もしもし、仲良くすることをビデオで撮りたいって言ってるから、それは無理だよって言ったら、いや頼むよって言ってるから、僕も本当は仲良くしたくない。もう今回でもうなんていうの、はい。もういつもすぐ仲良くしたけど、今回はもう仲良くしたくないって言ってるんですよ、本人たちに。今回僕たちまあその話を別にして、それで僕たちのためにやってほしいって言ってるから、難しいよって言ったんですけど、まあそれでじゃあ僕のことを気に入ってるからもういろんな話もしたし、ベミチジヤーね。他の人紹介したらいいんじゃない？あさって帰るんですよ。あさって帰る。明日は無理だよ。明日じゃなくて今夜の話だよ。今夜？明日は佐野さんの家に行くの。1時間ぐらいですから、ただタイガーもレオも出ればいいんですけど、もう一回かける。はい。میگه که بازم که ایرانی بازی در بودی یه دفعه میگی امروز فردا. تو اینایی که چیزا چی میگن باید خوب از قبل میجون کنیم اینا. بله والا در صورت یا امشب میام یا فردا، اگه دوست داری باشی که باش، دوست نداری شما برو خونه مادرت، ما یه ساعتی میخوایم بریم خونه. موقعی که من باش آشنا شدم توی یه برند خیلی خوب کار میکرد. بعد من خب چون خارجی بودیم، خب حالا صورت 20 سال پیشه، یه مقدار جوان‌تر بودیم، هم بدنم رو فرم‌تر بود، هم صورتمون خیلی بهتر بود. به عنوان یه ایرانی معمولی ولی از لحاظ ژاپنی‌ها خوش‌تیپ بودیم. بعد حالا نظرش هرچی بود کلا آدم عصبانیه به خاطر بیماری میگرنی که داره. 仲良くするところを見たいって言ってるからビデオで撮りたいの。うん。うん。じゃあ明日の方がいいか。うん。いや。うん？家はなんでダメなの？なんで家はダメなの？さ、人にさらけ出すことじゃないから。なんで？意味わかんない。なんでそんなこと人に教えなきゃいけないのかわかんない。何を教えなきゃいけないの？え？何がダメなの？わかんない。嫌だそんな。だからなぜ？なんで自分たちの生活のことをさ、はい知らない人にさらけ出さなきゃいけないの？知られたくないそんなこと。わかんない。意味わかんない。人じゃないよ。日本でどうやって生活してるか、それを番組で作りたいの。僕だけじゃない、もちろん。分かってるけど。何人も選んで、はい。まあこんな難しい仕事をして、それでなんていうの、もう帰ったらちゃんとの家でちゃんとの家族がいて、まあすごい。まあ、ドキュメンタリーはドキュメンタリーですごい自然的。だから大変な仕事だけど、そういう仕事してるっていうことをさ、人に知られたくない、私は。日本で見せてるんじゃないよ。日本じゃなくてもやだ、どっかから漏れてくるかもわかんないじゃん。なんであんた日本人じゃないの？別に普通に仕事してるよ。
難しい仕事かもしれない、汚い仕事かもしれない。でも一人の人間としてやってる仕事だよ。日本人からそういうの。あなたのことをさ、知らせなくたっていいじゃん、他にもいっぱいいるんだから。なんで意味わかんない。意味わかんない。でبچه بودن تصمیم گرفتم، چون چند تا دعوای زناشویی دیدم. آقای ما خدایگان آدم بی‌سوادی بود، ولی من یه دفعه بیشتر ندیدم با مادرم دعوا کنه. ولی رفیقام گریه میکردن میومدن بیرون، آقا مادرمون زد میومد فلان. حالا من خودم همیشه اصلا اسم طلاق میاد واسم خیلی وحشتناکه، ولی وقتی بریدم دیگه بریدم. من 8 سال اینجا کار کردم، 8 سال بهترین دوران جوونیمو. همه پول من که رفت هیچی. داداشم قرضم بالا بود، بچه‌ها میدونن. اون موقع اینجا 1 سال کار میکردی دیگه لااقل یه آپارتمان تو ایران میخریدی. به خدا اصلا جوس چیه آقا؟ جوس نمیخوردیم، ما ماست نمیخوردیم. به قول بچه‌ها میگفتن 200 تومن میگرفتیم 220 تومن میفرستادیم. کسایی هم تو ایران برگشته بودن گفته بودن که اینا یه مش ارزل اوباشن رفتن تو ژاپن. تنها جایی که ما خدا رو صدا کردیم، خود خدا رو صدا کردیم، شریک براش نبود، توی ژاپن بوده. تا سیگار کشیدیم، شب گشنه خوابیدیم. اگه گفتیم خدایا کمک کن یعنی فقط خدا بوده، نه برادر، نه خواهر، نه پدر، نه مادر، نه رفیق، نه کسی. من توی کارخونه سیمان اینجا کار میکردم، کار سخت. من از اونجا اومدم بیرونی، پسر اومد جای من اونجا کار کرد. حالا کارش سخته که سخت باشه دیگه. خوب حقوق میدادن. گفت نه من اومدم میخوام زود برم. همونا بود که دیر اومده بود میخواد زود بره. میخوام برم خلاف. آقا شکمو جمعش کنی یه مشته، ولش کنی یه دشته. میشه، خیلی چیز داره همه میخوام. اونایی هم که حالا هر کاری کردن دیگه خودشون میدونن و خدای خودشون. روی پول کسی هم ننوشته اینجا که این پول خلاف. اینا که میومدم پل موقع ببینم کی خلافکار کی نیست. خلافکار بودن به این نیستش که شما یه قمه بذارید تو کمره. نه، یه دونه تلفن کافیه. و سلام نامه تمام. یه دونه تلفن، یه دونه گوشی موبایل تمومه. میشه خلافکار. شما میگی چجوری ما بفهمیم؟ آقای علیخان، ما 25 ساله اینجا داریم زندگی میکنیم، نمیتونید تشخیص بدیم هنوز. شما یه دفعه میگیم ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ داری تو شهر فرنگ میری، از همه رنگه. شهر فرنگ از همه رنگه. ناگویا جاییه که ایرانی به ایرانی رحم نکرد. ایرانیای خوبی هم اونجا داریم، چه استاد دانشگاه بگم، چه شخص کارگر بگم، زحمت کش بگم، صبح بره شب بیاد که امورات زندگیشو بچرخونه. خلافکارش هم داریم. همه رقم شهر فرنگ ناگویا. اون موقع اسم ایرانی‌ها به عنوان کار تقلبی بود که بعد از اون کار تقلبی ها دیگه مواد مخدر شد. چون هر چقدر هم آدم سالم و کاسبی باشی به عنوان مواد فروش یاد میکنن. یعنی به یه حقیقت هم بگی آدم کاسب و چیز هستیم خیلی سخت بتونم باور کنم. یه لحظه سیستم ماشینم به هم ریخت. بی جهت روشن نمیشه. ماشین نزنه بهمون. انگولک شده چون یه دفعه روشن نمیشه لامپاش.
معلوم نیست. حالا احتمالا شما فیلم برداری اومدید، شاید ماموران بخوان چیز کنن، ببینن کنجکاو بشن برای چی اومدید، بخوان چکمون کنن کجا میریم کجا میایم. احتمال داره الان صدامون هم ضبط کنن، میخوان سر از کارمون در بیارن. شما اومدین ناگویا اینا دیگه آماده بودن، همون رفتیم رستوران دیگه، اونا دستگاه مسگاه اینا همه چیز سریع هم دستگاه رو فکر کنم بشه وصل کرد. بعد 27 سال زندگی صاف و پاک سفید بخوام همچین کاری رو با آدم کنم، فکر نکنم کسی خوشش بیاد. نوزده 20 سال پیش که کار مواد مخدر اینو شروع شد تو ناگویا، ایرانی ها اونجا وای میستادن، بعد هر کی میومد اونجا مواد میخواست، جنس میخواد، اونجا بهش میدادن. بعدها که به یه مقدار دیگه موبایل و اینجور چیزا دیگه باب شد، دیگه یکی وای میستاد تو پارک شماره میداد، یکی هم بیرون به اون تلفنی که بهش میشد میرفت اونجا جنس رو تحویلش میداد. به این صورت بود که دیگه هر کی یه بار میومد اونجا مشتریون گوشی میشد، دیگه اینجا نمیومد. هر موقع میخواست به همون شماره‌ای که داشتش زنگ میزد و اینم زندان موقت. اینجا منتظر حکمشونن یا منتظر دادگاهیشونن. من فکر میکنم شما درد اونی که پشت شیشه نشسته گوش بکنی بهتر از درد منی که بیرون نشستم. اگر این کارو بکنی خدایی هر موقع یادت میگفتم بیفتم میگم خدا پدرتو بیام. همون شخصی که من گفتم کیس اول اون زندانی کشیده، بازی شخصی دیگه هستش، اونم خلاف کرد. اینجا نزدیک 6-7 سال زندان بود، رفت ایران مجرده، ولی میگفت خدا قسمت گرگ بیابون نکنه. شریعت کرده، خلاف کرده، داره تومونشون میده، ولی چه تومون دادن؟ شخص از خودش بی خود بکنه. زمان استراحتش باید 8 ساعت وسط سلول خودش بشینه جم نخوره، 4 زانو بشینه. اینقدر نشستیم رگای پای من تمام شده که یه کاری میکنن تا اینکه دیوونه بشه، یه کاری بکنه که اضافه بشه. خیلی راه 6 ماه تو ژاپن بودم، 5 سال 4 سال نیم حبس گرفتم. تو ایران یه کلانتری هم نرفتم، من کار خلافکار نبودم، من سیگار هم نمیکشیدم. میای اینجا نگاه میکنی راه دیگه ای نیست، ویزا که نمیدم، اجازه کارم که نمیدم، بخوای زندگی کنی باید پول در بیاد دیگه. حرفو میشنوی، از بقیه حرفو میشنوی، اینی که خلاف میکنه یک عالمه پول در میاره، اونی که خلاف میکنه اون یک عالمه پول در میاره. جونم گذاشتم که به دستم اومدم خلاف بکنم، درسته پول ببرم. میشستم تو ماشین، برو مثلا سر برو جوادیه جلو قهوه خونه سیاه یه مشتری میاد، ببخشید مثلا میگم خوب متوجهی، برو مثلا جلو مکدونالد اوزونه، میرفتم مشتری میومد میشست تو ماشین، یک کلمه هم حرف نمیزدم. اینا پشت تلفن میگفتن چی میخواد چرا میخواد، جنسو میدادم پول میگرفت. 10 سال مادرمو ندیدم، سنش هم بالاست، فقط تنها آرزویی که از اون ببینم همین. یه دونه دوستام منو معرفی کرد به عارف نامی تو تایلند. اومدم اونجا یه پاسپورت ایتالیایی برام درست کرد، اومدم نپال، از نپال اومدم ژاپن. اشتباه کردم، من خدا کمکم کنید من برگردم. من پشیمونم، اصلا اومدم ژاپن، من مادرم بچه قهرم تجنج دارن، تو خدا کمکم کنه. درسته تو انفرادیم زندانیم، ولی قانون آدم داره میبینه با چشم. دوزو بفرمایید الانم آزاد بشم به نظرت برگردم بر نگردم. عشق ژاپن کله همه بچه جوادیه هست. 7号車、15号車、グリーン車の出演ルームは10号車にあります。この電車で
から東急間でインターネット接続サービスが終わります。من بچه متولد ایران تو ایران به دنیا آمده، یعنی خواستیم که اونجا به دنیا آمده. خانمم هم دوست داره، خانواده‌ام هم دوست داره، خانواده‌ام هم دوستش دارن. من مملکت خودم رو دوست دارم مثل چشام، ولی کیفه مملکت ما، آدمای ما، خانواده‌ام لیاقتشو دارن که خیلی بهتر از این ژاپنیا زندگی میکنن. واقعا لیاقتشو دارن، از اونه که دلم میسوزه. این ژاپنیا هیچی ندارن خودش، فقط پشت کار و صداقت دارن. همین هیچی دیگه ندارن. قربونت برم، تو این بارون چیکار میکنی شما؟ خدا این که جانت برم. اینا اگر نون داشتی همه میمدن ها. آقا افشین اگر نون بود الان همه‌شون اومده بودن. منم حواسم نبود اصلا به اینا همین گنجشکا الان همه‌شون میمدن. ای پسر بریم همینجا باشه خوب کسی نه با چی میبرن؟ نه اینجا میذارم شرط میبندیم میریم اگه همین نبود من دوست بردن بعد برای پول بدی برگردونیم، یعنی نه که بدزدن، بیان شهرداری پارکینگ شهرداری بعد پول بدی پیداش بکنی برگردونیم. نه من اینجا میذارم جلو دستشویی، هر کی میاد خیال میکنه صاحبش رفته اینجا و بیاد. وانه میسته که وانه میسته تا آخرش. پس معلوم بچه سه نسدین یا بچه سه نسدین یا نه البته ما خلاف نمیکنیم. بچه‌های ژاپن الان دیگه کمش فکر کنم 25 سال توی ژاپن هستش. همون بچه‌های 25 سال پیش موندن، همون آدمای 25 سال پیشن. وقتی که من الان خودم رو مقایسه میکنم تغییری نکردم. من همون آدم 25 سال پیش با همون رفتار و منش و مرام و با همون موندم. من سادگی همون زمان جوانی رو داریم. ما همون سیستمی که اون زمان جوانیمون بوده تو همون موندیم، فقط شرایط زندگیمون تغییر کرده. توی کشور دیگه چندین سال زندگی کردیم. زیادم نمیدونم اسمشو غرور میشه گذاشت. دوست نداشتم دستم جلو خانوادم دراز باشه. بابام رو راننده کامیون بود. 3 روز 4 روز یه هفته رفته بار برده شهرستان با اون سر و وضع خسته کوفته میاد. خدای خرجیان میخواستم، بچه بودم دیگه آدم از پدر مادرش خرجیان بگیره، وجدانم ناراحت بود.
بیننده گرامی، امتیاز خود را به این فیلم از 1 تا 5 ستاره با زدن کد فیلم به همراه عدد ستاره مورد نظر به 30081 پیامک کنید. همچنین می توانید با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.festmustanad.ir ضمن اطلاع از اخبار و برنامه‌های جشنواره در این نظرسنجی شرکت کنید. هر شب به یک نفر از کسانی که در نظرسنجی جشنواره شرکت کردند به قید قرعه یک کارت هدیه 3 میلیون ریالی اهدا می شود. ممنون که فیلم ما رو دیدید. این فیلم به کارگردانی آقای باشتی عزیز ساخته شده و تهیه کنندگی من. ایشون همونطور که تو فیلم دیدید به ژاپن رفتن، الان هم در یک کشور دیگه مشغول مستندسازی هستن. اگر دوست داشتید فیلمشون رو بهشون رأی بدید و باعث میشه که انگیزه داشته باشن فیلم‌های بهتری در سفرهای بعدیشون بسازن. ممنون.